هدرز توان میده یا نه؟ دنده 320 تا. امروز قراره این هدرز خفن رو نصب کنیم یه توان خوب ازش بگیریم. لایک یادت نره. این اولی خرک رو داریم جا میذاریم کنارش. باز کردن این منیفولد فابریکی شدنی واقعا سخته. کاتالیزور باز شد. بریم الان برای منیفولد. اینم از اون منیفولد شدنی فابریکی. خب بچه‌ها سنسور اکسیژن رو داریم وصل میکنیم به هدرز. جفت سنسور اکسیژن ها وصل شد. این چسبه برای چیه؟ اینکه آب بندی بشه. آب بندی. هدرز رو بالاخره جا زدیم. هرچی میگذره احساس میکنم هفت رنگ‌تر میشه. خب بچه‌ها تموم شد. رمر بسته شد، هدرز بسته شد. اول از همه میخوام بگم واقعا حس خیلی خوبی دارم پشت این ماشین نشستم، چون احساس میکنم اصلا ماشین واقعا قدرتمنده. یعنی هر چی گاز میدی نه نمیگه. بچه‌ها هوا گرمه، کولرم گرفتم، ماشین واقعا داره خوب راه میره.